والله تکون بخوری شارگ تو میزنم. مستقیم میری تو هر کوچه گفتم میپیچی، در خونه‌ام باز کردی صاف میری تو، صدات هم در نمیاد. برو یالا، برو تو یالا، صدا در نمیاد. خرخره تو میجام، برو گمشو تو، برو گمشو بشی یالا. به والله تکون بخوری امروز اینجا شارگ تو میزنم. هیچکی هم اینجا نیست صداتو بشنوه. خوب نگاه کن، میشناسی؟ ارزش توفم نداری. ای شوتالی برگر، فکر کردی همه خار مادر خودتن؟ مرده که بونجل میگن ندیدی خواهر رفیق مگو وایسا، چرا وای نستادی؟ با وجود امثال تو یه دختر جرئت نمیکنه دیگه ساعت 9 شب از خونه بیاد بیرون. دختر 9 شب داشت از سر کار برمیگشت، کجا می‌خواستی ببریش؟ گو. ببین مگه آدم تو این حرفا رو میزنی؟ ما تو رو بر نداشتیم بیایم اینجا باید حرف بزنیم نصیحت کنیم، چون تو اگه قرار بود حرف بره تو گوشت. این همه گفتن بابا دنبال ناموس مردم نباشید، کسی که این کارو نیست بهت راه نداد نقد نداد روشون کدو بعد اینقدر پیگیرش نباش. دختر طفل معصوم داشت از سر کار میاد خونه، چه گویی می‌خواستی بخوری؟ های پیری چرا حرف نمیزنی؟ اون شب هم همینجوری لالمونی گرفته بودی. کجا می‌خواستی منو ببری ها؟ چرا هر چی التماست کردم وای نستادی؟ چه بلایی سر من می‌خواستی بیاری؟ فکر نمی‌کردی اینجوری گیر بیافتی نه؟ فکر نمی‌کردی دو تا داداش دارم که مثل کوه پشتم نه؟ فکر می‌کردی هر کی بخوای می‌تونی به دست بیاری؟ آره؟ چرا حرف نمیزنی؟